های ای خدا پختیم از گرما. پس چرا برق نمیاد؟ خسرو مگه 2 ساعتشون تموم نشد؟ پس چرا برق نیومد؟ ناسلامتی تو ایران تشریف دارین ها. اینجا رفتن برق سر زمانبندیه ولی برگشتش با خداست. بدبختی اینه 1 ساعت بعد از رفتن برق کاملا شبیه غارنشینان میشیم. برق نداریم و تاریکی، پمپ و آب کار نمیکنه، آنتن موبایل میره و نت هم نداریم، ولی تا دلت بخواد آخون داریم. الهی همشون استفاض بگیره تمامشن راحت بشیم. اینجا رو نگاه، وزیر نیرو خبر از 3 برابر شدن قبض برق داده. اصلا مگه ما برقم داریم؟ بابا شما یادتون نمیاد امامشون قرار بود بدون پول بهمون برق بده، الان بدون برق داره ازمون پول میگیره. الهی گور به گور بشی خمینی. حالا برق به کنار بابا، اینجا نوشته ساعت 12 آب قطع میشه. خسرو پاشو برو تو رو خدا 4 تا دبه آب ذخیره کن. نیاز نیست. این یکی بحران مدیریت شده است. آقا جون یه دبه بیسیدی تو خراب شده گذاشته که آب قطع شد بحران زده نشیم. من خودم 4 بار با همون دبه از بحران خارج شدم. بدبختی اینه فکر میکردم سال 1404 سال پر کردن حسابم باشه، نه پر کردن دبه خروج از بحرانمون خراب شده. مشکل اینجاست ما تو سرزمینی زندگی میکنیم که اداره برقش برقا رو قطع میکنن، اداره آبش آبها رو، اداره گازش هم خانه ها رو منفجر میکنن. اینجا رو نگاه، یه خبر میخونم که قطع برق یادتون بره، نوشته بالاخره حذف 4 از پول ملی توسط دولت تصویب شد و به زودی حذف 4 از پول ملی اجرایی خواهد شد. من موجودی حسابم کلا 3 تا صفر داره، چجور میخوان 4 تاشو حذف کنن این بیشورا؟ هیچی، از بانک زنگ میزنن بشد میگن ما 4 تا صرف حذف کردیم الان شما به ما بده کارین. بابا جون مشکل ما فقیر فقرا با حذف صفر از پول ملی حل نمیشه، باید کلا پول رو حذف کنن. آخه پول نذاشته تو جیب ملت باقی بمونه که. میگم حالا حذف 4 تا صفر چه سودی داره؟ خیلی، یکیش اینه که راحت تر میتونیم اخبار اختلاساشون رو دنبال کنیم، چون صفرهای اختلاساشون توی یه صفحه جا نمیشد بیشورا. ولی هیچ میدونین حذف 4 تا صفر افسردگی رو چند برابر میکنه؟ چطوری؟ مثلا تا پریروز من میگفتم چرا 100 میلیون ندارم، الان باید بگم چرا 10,000 تومان ندارم. ولی به لحاظ روحی نیاز دارن 4 تا صفر از پول مملکت حذف بشه ولی از پول من حذف نشه. ولی کل ملت به لحاظ روحی و جسمی نیاز دارن که به جای 4 تا صفر این حکومت کوفتی آخوندی از ایران حذف بشه. اون وقت همه چی درست میشه، هم ارزش پول، هم ارزش آب، برق، گاز، هوا و کل کره زمین به حالت طبیعی برمیگرده. اصلا گل گفتی آقا جان. خودم میدونم.